نگاهی دوباره به گربه شرودینگر. اینشتین بحث‌های داغ زیادی با نیلز بور داشت و نگرش نامتداول مکانیک کوانتوم در خصوص جهان را به چالش می‌کشید. بور در یکی از این تبادل نظرها از روی ناراحتی به اینشتین گفت: فکر نمی‌کنید شما صرفاً سعی می‌کنید منطقی باشید؟ حتی اروین شرودینگر که با معادله موج مشهور خود کل این بحث‌ها را به راه انداخته بود، به این تفسیر از معادله‌اش اعتراض کرد. به یک بار با ناراحتی ابراز کرد: من این پرش کوانتومی رو دوست ندارم و بسیار متاسفم از این که با اون سر و کار داشتم. منتقدان برای به چالش کشیدن این تفسیر تازه میپرسند: آیا یک گربه قبل از اینکه به اون نگاه کنید زنده است یا مرده؟ شرودینگر برای اینکه نشون بده این سوال تا چه اندازه مضحکه، یک گربه خیالی رو در جعبه محصور فرض میکنه. گربه روبروی یک تفنگ قرار گرفته که به یک شمارشگر گایر متصله که به نوبه خود با قطعه‌ای اورانیوم در تماسه. اتم اورانیوم ناپایداره و دچار فروپاشی رادیواکتیو میشه. اگر یک هسته اورانیوم فرو بپاشه، توسط شمارشگر گایر شناسایی میشه که در این صورت ماشه تفنگ کشیده و گلوله شلیک میشه و باعث مرگ گربه میشه. برای دریافتن اینکه گربه زنده است یا مرده، باید جعبه رو باز کرده و گربه رو مشاهده کنیم. اما وضعیت گربه توسط تابع موجی توصیف میشه که توصیف کننده مجموع یک گربه زنده و یک گربه مرده است. از نظر شرودینگر تصور گربه هایی که نه مرده هستند و نه زنده بسیار مضحکه، ولی با این وجود اثبات تجربی مکانیک کوانتومی ما رو وادار به این نتیجه گیری میکنه. تاکنون تمامی آزمایش های تجربی درستی نظریه کوانتوم رو ثابت کردند. پارادوکس گربه شرودینگر به قدری عجیب و نامانوسه که در طول سالیان فیزیکدانها نیز به چیزهای عجیبی که در مکانیک کوانتوم اتفاق میفته عادت کردند. ریچارد فاینمن فیزیکدان زمانی میگفت: فکر میکنم خطری نداشته باشه که بگیم هیچ کس مکانیک کوانتومی رو درک نمیکنه. دائم از خود نپرسید آیا ممکنه بتونید از اون اجتناب بکنید و یا اینکه این امر چگونه امکان پذیره؟ چرا که با این کار وارد کوچه بنبستی خواهید شد که هنوز کسی از اون خارج نشده. هیچ کس دلیل این امر رو نمیدونه. مطالب علمی و نجومی بیشتر رو در سایت علمی بیگ بنگ دنبال کنید.